با افزایش هرج و مرجندگی و قاطی شدندگی شرایط پیچیده داخلی در روستای فینیتو، یک دفعه یک ابتکار گنده‌ای جهت اجرای عدالت زده شد که همانطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید قاضی هم در وسط عدالت فرو نشستندندی. متهم و شاکی را سوار بر ترازوی عدالت نمایندی تا مشخص کردندی که حق با که باشندی. عجب الله کلنگی درست کردی به پا نیفتی آقای قاضی. خب پس آنطور که شواهد نشان دهندی حق با توسی خان باشندی. تو نیز بالا رو. تو نیز بالا رو. خب دیگه عدالت جاری شدندی و توسی خان هم تبرئه گردیدندی. بجنبون و بلنبون که الان متهم بعدی هم میرسیدندی. گفتی متهم بعدی که باشندی؟ بالا کشنده اختلاس نفت و روستا. بله اصلا ابتکارتون تو حلقم. محکمتر جوش بده آقا جان، محکمتر جوش بده، متهم نفتیه. جوش بده وگرنه میگم توسی خان بیادا.